ادیتورت داره خیلی از ویدیوهایی که کلی براشون وقت میذاری و ضبط میکنی و خراب میکنه، چون این قانون مهم و نمیدونه. همه چی توی ویدیوها باید توی این منطقه امن باشه که 5 قسمت داره. اولیش محدوده ممنوع است. توی این مربع هیچی نذار، چون اینجا دکمه هایی مثل لایک، کامنت و شیر قرار دارن و نباید هیچی بره زیر این دکمه ها. قسمت دوم مربع گوینده است. این ناحیه مختص گوینده است و چشمات باید وسط این کادر قرار بگیره، چون این خط جایی که نگاه بیننده معمولا اونجاست، حتی توی فیلم ها. قسمت سوم مربع زیرنویسه. زیرنویسات باید دقیقاً زیر چونه باشن، چون اگه پایین‌تر بذاری بیننده رو مجبور میکنی بین تو و خوندن زیرنویس یکی رو انتخاب کنه. اینجا هم مربع گرافیکیه. هر گرافیک انیمیشن جالبی که میخوای به ویدیو اضافه کنی ولی نمیخوای تمرکز اصلی باشه، جاش اینجاست. و پنجم نقطه مرکزی. اگه میخوای توجه بیننده رو به یه چیز خاص جلب کنی، بذارش توی این نقطه. فقط حواست